ده عید. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. دوستان عزیز از تاجیکستان، ای وطن عزیز، از جماعت نصرت مقصود، از کلبه فقیرانه پدر، از دسترخوان خیسته مقصد به شما نوار کرده ایستادم. چی با؟ برای که دوستان عزیز امروز ده روزی بزرگ است، روز سعید جمعه، روز سعید الفطر، عید مبارک و کل مسلمانان، کل تاجیکان تمام دنیا، چی غریبی ده باشن چی در وطن. امروز مهربانی من دیدم بین مسلمان و تاجیکی، نه قشلاق شما میشناسه، نه رایون شما میشناسه، نه چی است دیها شما میشناسه. عید مبارک، السلام علیکم و رحمت الله. گفتنی هستم که چی برای چی ما چیکار کنیم؟ ما برای چی بعد عید، بعد رمضان بزرگم همچنین مهربانی نباشیم، در آغوش هم دیگر نگیریم، بیای برادر کینگیری دور میکنیم، مسلمانی تاجیکی حرکت میکنیم که شکرانه این وطنی آباد کنیم. چون برای آنی که دنیا بیقرار است، خداوند آرامی بده شورای همسایه ما را، همزبانای ما را، افغانستان، ایران و دیگر دولت‌های مسلمان خصوصا فلسطین و همچنین شکرانه آبادی این وطن کنیم که چنین آباد تنج است. امروز کودکان خود چی میگن خرسندانه عید میکردن، برادرها در آغوش هم دیگر یعنی که مهربانی تبریکاتی میکردن. و منم گفتنی هستم ای مردم مسلمان بعد رمضان هم دیگر را ببخشیم. اگر کدمی را SMS جواب نگفته باشم، کدمی تا اگر خفا کرده باشم، در جای یگون گپ قبه گفته باشم، به خاطر خدا بخشش میپرسم. الله بخشنده را دوست می‌داره و شما نیز خیتیرو برادرها و کشوخی که اگر رنج آنده باشیم منم به خاطر الله بخشیدم، بیایید دوست و مهربان میشیم. با شما بود بابا جان اشتوده هست از ناحیه رشت، از کلبه فقیرانه پدر. همه تا خاطر الله دوست می‌دارم. سلامت باشید، رحمت برای دستگیریتون، شکرانه آبادی دیار و وطنی مهربان کنید. السلام علیکم، عیدهایتان مبارک هموطنان عزیز. دوستا پیش بر السلام علیکم.